به 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 این کباب، اونم تو دل طبیعت. خداییش کباب رو زغال یه چیز دیگه است. اینجا پارک جنگلی چیتگر غرب تهران. جای همتون خالی. یه روز تعطیل رو کنار من باشید و آموزش این کباب دلچسب رو به به با هم دیگه ببینیم. به هیجان آشپزی خوش اومدید. من پرویز هستم و امروز قراره با هم دیگه آموزش کباب کوبیده رستورانی رو تو دل طبیعت داشته باشیم. اینجا جنوب غرب تهران، پارک جنگلی چیتگر. معمولا ما تهرانی‌ها توی همچین جور جاهای روزای تعطیلمون سپری می‌کنیم. خب امروز تقریبا اواسط شهریور ماه هستش و هوا کمی رو به خنکی رفته. پس توی اینجور جاها غذا خورد و یه مقدار استراحت کرد. بریم با هم آموزش ساده این کباب کوبیده رو یاد بگیریم. اول نکته مهم امروز، لطفاً وقتی میرید بیرون و دور طبیعت حتما با خودتون کیسه زباله ببرید که مثل من پیازاتون رو پوست بگیرید و داخل کیسه زباله بریزید. راستی اینجا یه باشگاه سوارکاری هست که اسبای فوق‌العاده‌ای دارن. اینا حتما اصلا مسابقه باید باشن که اینقدر سرحال و کهر هستن. داخل یه ظرف یه پارچه تمیز بندازید، پارچه که قراره باهاش آب پیاز رو بگیریم. حالا پیازامون رو می‌خوایم رنده کنیم. رنده ریز می‌کنیمشون دوستان، نه رنده درشت. اول نکته مهم امروز، آب پیاز باید کاملا گرفته بشه. اما اینو من نمیگم و تجربه 18 سالم داره به شما میگه که 80% آب پیاز رو بیشتر نگید و بذارید 20% آب پیاز داخل تفاله باقی بمونه. اون 20% کباب شما رو فوق‌العاده نرم و آبدار خواهد کرد. من برای 3 نفر از 500 گرم گوشت چرخ کرده مخلوط راسته گوساله و قلبه‌گاه گوسفند استفاده کردم. شما میتونید از سردست گوساله هم استفاده بکنید. همونچه بهتون گفتم آب پیاز رو کامل نمیگیرم، 80% آب پیاز رو میگیرم و 20%ش رو میذارم داخل تفاله بمونه. خب حالا تفاله پیاز رو یا همون پیاز آب گرفته رو به گوشتم اضافه میکنم. نکته دوم و خیلی مهم، ورز دادن گوشت هستش. دوستان از ورز دادن خسته نشید. حداقل 5 دقیقه تا 7 دقیقه حسابی ورز بدید. چنگ نزنید دوستان، ورز بدید. این نکته خیلی مهمه و با هم متفاوته. برای ورز دادن باید گوشت زیر دستتون جمع کنید و با سینه دست محکم به کف ظرف فشار بدید، جوری که حالت خمیری بهش بده. من برای این مقدار گوشت نصف قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم و 1/3 قاشق چایخوری فلفل سیاه. همین کافیه. اگه دوست داشتید از زعفران هم توی این مرحله میتونید استفاده بکنید. دوستان شما میتونید از جوش شیرین هم استفاده بکنید. برای هر 1 کیلو 1 گرم تا 1 گرم و نیم جوش شیرین میشه استفاده کرد که البته من جوش شیرین استفاده نمی کنم. به نحوه ورزیدن دقت کنید کاملا. گوشت رو حسابی ماساژ بدید و در نهایت بعد از 5-6 دقیقه 4-5 بار محکم به کف ظرفتون بکوبید. اینجوری هوای داخل گوشت گرفته میشه. خب میذارم حداقل یه نیم ساعت تا 40 دقیقه استراحت کنه. تو این فاصله بریم یه قهوه درست بکنیم. به مقدار فنجونی که میخوام قهوه توش بریزم آب داخل قهوه جوش میریزم. حالا یه قاشق چایخوری پر قهوه حسابی با هم مخلوطش رو میکنم و میذارم روی گاز. نکته اصلی قهوه اینه که قهوه نباید شعله تیز و زیاد بجوشه. حتما ما با شعله کم قهوه عمل بیاد. اینو هم فراموش نکنید. برای روشن کردن زغالتون من اینجوری عمل میکنم. یه لایه زغال، آتش زنه، دوباره زغال، باز آتش زنه. همینطوری لایه به لایه میریزم. اینجوری تمام زغال‌های ما آغشته با آتش زنه هستن و با اولین کبریت کل زغال‌های ما مشتعل میشن. وقتی زغال رو روشن کردید 5 دقیقه بار خودش بذارید. باز دادن هم نمیخواد، خودش کاملا سرخ و عالی میشه. بریم سراغ سیخگیری، اون که بخش مهم کارمون هستش. دقت داشته باشید دوستان. حدود 150 گرم چونه میگیرم، شبیه دوک درش میارم. سیخو از وسط این دوک گوشتی رد میکنم. به نحوه خیس کردن دستم دقت بکنید. من کل دستمو خیس نمیکنم، با نوک انگشتانم به آب دست میزنم و با همون نوک انگشتان خیس سینه دستم رو
خیس میکنم. اگه کلی دستتون رو خیس بکنید و آب زیاد به گوشتون بزنید کبابتون سفت خواهد بود. به این نکته هم خیلی دقت بکنید. حالا با انگشتام رونده رو پایین هدایت میکنم و در نهایت با انگشت شستم بهش شکل میدم. دقت داشته باشید انگشت اشاره توی کباب زدن هیچ کار است و هیچ استفاده برای ما نداره. برای سیخ دوم من سکوت میکنم، شما کاملا نگاه کنید. خیلی کار راحتی هست به شرطی که یه مقدار تمرین کنید و کار کنید باهاش. سومین نکته و آخرین نکته مهم کباب پختن در اصل پخت کباب هست. وقتی منقل شما آماده شد و زغالش رو کاملا سرخ، کباب‌ها رو بشینید روش. دوستان گلم اصلا توی این مرحله باد نزنید. 7 ثانیه تا 10 ثانیه کباب‌ها رو برگردونید. بذارید هر دو طرف کباب کاملا توسی بشه. وقتی هر دو طرف کاملا توسی بشه و خودش رو بگیره، اون موقع میتونیم باد بزنیم تا روش برشته بشه. این نکته خیلی مهمی برای کباب پختن هستش. خیلی از دوستان که توی این مرحله کبابشون میریزه فقط به خاطر همین هستش که رعایت نمیکنن و میذارن گوشی طرفش میپزه و طرف بعدیش سنگین میشه و آویزون میشه. پس هر 7 ثانیه تا 10 ثانیه گوشت رو بچرخونید تا هر دو طرفش کاملا توسی بشن. ببینید به همین شکل. وقتی هر دو طرف توسی شد با خیال راحت دیگه باد بزنید با آتش زیاد و کاملا روش برشته بکنید. دوست گلم اگر خوشت اومد ممنون میشم که کامنت برام بذاری. من از نظراتت آگاه کنی. همینطور اگه سابسکرایب نکردی منو سابسکرایب کن و به دوستانت معرفی بکن. دوستتون دارم، عاشقتونم. تا آموزش بعد و یه روز تعطیل دیگه. خدا نگهدار.